بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صد سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه، کیفتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به اولین جلسه رسمی کلاس اسلامی. خب من درسم رو با یه جمله شروع میکنم و این جمله رو تجزیه و تحلیل میکنم و اتمام درس. خب فی المدرسه. المدرسه یه اسمی یعنی مدرسه. فی یه حرف. خب الان چه حرفی؟ فی حرف جر. خب انواع حرف جر. انواع حرف جر چی هستن؟ حتی، الا، فی، ان، که، به. خب اینا حروف جر هستن که در کنکور به در می‌خورن. یه مثال خیلی خوشگل این درس جا بیفته، همین قد ساده و راحت. خب مثلا همین فی المدرسه. خب این ترکیب با هم میشه جار و مجرور. الان توضیح میدم. فی یعنی حرف جر. این المدرسه یعنی مجرور به حرف جر. و مجرور به حرف جر یعنی چی؟ یعنی این حرف میاد کلمه آخر این اسمون رو کسره بهش میده، مجرورش میکنه. اوکی شد؟ و به همین ترکیب میگیم جار و مجرور. همین پس. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید و انشاءالله به دردتون بخوره. انشاءالله در کلیپ های آینده مباحث بیشتری رو خدمتتون توضیح میدم.